مصنف رحمت الله علیه میگویند که باب فی بیان البیوع المنهی عنها، باب آید خرید و فروش هایی که شریعت آن را منع کرده است، نهی کرده است، یعنی حرام کرده است. اباح الله سبحانه لعباده البیع و الشراء، الله سبحانه و تعالی اصلا خرید و فروش را برای بندگانش حلال گردانید. اجازت از خریدن و فروختن، چه که الله سبحانه و تعالی صراحتا در سوره بقره گفت و احل الله البیع و حرم الربا، الله تعالی خرید و فروش را حلال گردانید و ریبا را حرام گردانید. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتند که ما لم یترتب علی ذلك تفویت لما هو انفع منه و اهم، خرید و فروش اصلا حلال است مادامی که یگان کاری مهمتر و واجبتر را سبب از دست دادنش نشود، به اهمیتی نشود. چگونه؟ کان یزاحم ذلك اداء عبادت واجبه، مانندی اینکه تجارت، خرید و فروش با یکی از عملهای فرض روبرو بیاد در یک وقت، در این حالت عملی فرض را اجرا کرده می شود. او یترتب علی ذلك اضرار بالاخرین، یا اینکه تجارت در عین حال یا در عین زمان یا در عین مکان سبب ضرر دیگرها نشود، اصلا حلال است.